سلام بچه من امنیکسم و امروز اومدیم بچه ببینیم که چیا داخل ایناست و اینا جوری تشکیل شده و تو اینا چیه، چی توشه. بچه امروز ما چند تا وسیله آوردیم که ببینیم اینا چی توشه، از چی تشکیل شده و از این جور داستان. اولش اینه، از این ریموت کنترلرایی که ریس و ایناست. بچه یه دونه از این دوربینا که دیگه فکر کنم یه تا 8-9 سال پیش یا 10 سال پیش تو خونه هر ایرانی بوده یه دونه از اینا. و یه دونه بچه چی بود اسمش؟ نوار از این نوارا که من یادم نیست که از اینا استفاده میکنن. چرا یادم 6-7 سالم بود بابا میدونه از این چیزی یادمش اینا رو میزدی بعد دیگه مثلا چی بود میخوند آهنگ بود فلان بود هرچی بود. اینا رو میبینیم چجوریه دیگه بچه بهتون بگم. از این چراغا بخوایم بشکنیمش ببینیم چی توشه و تفنگی که هنوز کار میده ببینیم دیگه چجوریه که اینجوری مثلا صدا میده و کار میده. بچه از آسون ترینش که نمیشه، از اولین از کوچکترین تخت که اینه. من چجوری بازش کنم بچه اول پشتشو باز میکنیم. بسته بچه واقعا همینه، یعنی در همین حده اینا، یعنی همینه که مثلا ریسه 10 متری مثلا چیز میکنه. همینه بچه، چیزا خاص اینه. تموم شد. حالا بذاریم بعدش درستش میکنیم. بچه بعدیش اینه. این ویدیو چی بود اسمش؟ نوار که فکر کنم از اینجا بشکنیمش. تقریبا کوچیک خورد میکنیم تا دیگه جایی که بتونه قشنگ در بیاد. بچه واقعا پلسیکیست یه ذره تونستیمش که بچه این زیاد چیز خاصی نداره. آره بچه یه دمه فکر کنم کسایی که دهه خود 90 یا 89-88 اینا به پایین بودن حتما اصلا با اینا بازی کرد که از این نوارا تو خونهشون بوده و میزدن اینجوری میکردن و اینا رو باز میکردن. وای چقدر حال میداد و اینجوری بازش میکردیم. آخرش هم مامانم یا بابامون یه 2 تا چک و پوکیمون میکرد که دیگه چرا این کاری کردی و جمعش هم خیلی بد اینجوری. بعد من میشستم تو آخرش جمع میکردم. آره خیلی حال میده اینجوری میشستی اینجوری باز میکردی بعد جمع کردنش. وای خب بچه بریم سراغ چیز بعدی که من دوست دارم این باشه. این که بچه یکیشو چیز کردم، یکیشو زدم پوکوندم. حالا دیگه اینا جوری میخوایم باز کنیم دیگه. بچه ما میخوایم اینو باز کنیم، اینو رو باز کنیم. اینو من قبلا سعادتشو داشتم زدم پوکوندم. نه بازم میتونم بشکنمش. نه نمیشکنم سفته. نه بچه خیلی سفته، نمیتونیم باز کنیم. چراغشو بشکنیم مثلا. ببینم لایک کن باریکل. بچه باز نمیشه خیلی سفته. چقدر سفته این انتاف پذیره. باریکلا بچه تونست.
بچه ها چیز خاصی توش نینه کلگیش در چیز خاصی توش نبود من همین میندازیم بره ولش. خب بچه این توفنگه حیف ولی میزنیم دیگه میزنیم کجاش بزنیم بچه ببینید اصل کار اینه که مثلا چی توش بود توش نه نشد نشد. خب بچه جوری نه کلا هم بچه یه پیشرفت هایی میکنه جا فعلا پایینشو بکنیم خیلی اسباب بازی رو سیفتی بچه خیلی سفته نمیشه اینو کارش کرد و آره دیگه هیچ کارش نمیشه کرد ولش کن نمیشه. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین ببخشید که بچه ها چند تاشون نشد که باز بشه و تا یه ویدیو دیگه فعلا خدا حافظ.